رئیس جمهوری تاجیکستان در طول 25 سال فعالیتش بیش از 20 کتاب نشر کرده است. نسخه های این کتاب ها را می شود در اتاق کاری تقریبا همه منصبداران تاجیک پیدا کرد. این کتاب ها با تعداد محدود نشر می شوند و قیمتشان گران است. مقامداران می گویند اثرهای پرزیدنت به بالا بردن احساس خودشناسی و وطن دوستی ساکنان مساعدت می کند. بخش عمده اهالی نام اثرهای نوشته پرزیدنت را نمی داند. شما خودتون یکم کتابش رو خوندگی؟ من نخوندم و تماشا نکردم. تماشا نمیکنم و نمیخونم. Тоже Тилои. Тоже Тилои еще Да. читали? Хорошо, многие книги есть, мы читали. Ну и Какая самая любимая? Тоже Тилои. تاج طلایی رو خوندم که درباره زندگیش قصه میکند. И много о чем о его жизни. بسیار کار خوبه برای ما که این برای جوانای وزیره بسیار این راه خوبه که فرهنگ و هستی و تندرستی به آنها پیدا می شود. من کتاب ایران خواهیم خیلی بسیار دیگر کتاب را خوندم. با زبان تاجیکی نمیخونم چون که نمیفهمم، اما با زبان روسی ننوشتند. همه اثرهای پرزیدنت به زودی در شکل اودیو در شبکه‌های رادیویی پخش می‌شوند. ثبت کتاب‌ها با شرکت راویان خوش‌آواز صورت می‌گیرد. بنا به بعض معلومات‌ها رادیوهای خصوصی را نیز به شنوانیدن این اثرها موظف می‌کنند. از نگاه من آنهایی که حالا پیشنهاد دارند در شکل ویدیو و اودیو کتاب‌های پرزیدنت ثبت شده اجباراً در شبکه‌های رادیویی پخش شوند به پرزیدنت خدمت خیرسانه می‌کنند، چون که اگر شخص ایمیج داشته باشد به این کار ضرورت ندارد، زیرا ایمیج سازی مجبوری دورنما ندارد. تحلیلگران میگویند در ساعت‌های کاری پخش شدن ثبت اودیویی اثرها به کار نهادهای دولتی خلل می‌رساند. احتمال دارد که به خاطر خود نشاندهی رهبران زیرتاب آن خود را مجبور خواهند کرد که رادیو گوش کنند. باید درباره نتیجه این اقدام فکر کرد. احتمالاً پیامدش این می شود که ساکنان ساعت‌های کاری خود را گم می کنند. در این وقت به استحصالات و کارهای ایجادی مشغول نمی شوند، بلکه مجبورند به چیزی گوش بدهند که آن را می توانند اختیاری و در ساعت‌های خالی بشنوند. تحلیلگران بر اینند که چنین خوانش‌های بدیعی می‌تواند نتیجه برعکس دهد. تکرار یک حرف از تمام رسانه‌ها دلبزن شده مردم را از رادیو دور می‌کند. با گفته آنها چنین تصمیم‌ها نه به منفعت مردم بلکه یک نوع خوشامدگویی و گسترش پرستش شخصیت پرزیدنت در تاجیکستان است.